السلام علیکم بابای حاجی، 6 ماه زیاد ایستادن در راه سفر به نکاح ضرری دارد یا ندارد؟ بسیاری از سفرکی میشوند، مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال در سفر میستند، از زن دورن. آیا می در نکاح ضرر میرساند یا نه؟ نه، ضرر نمیرساند، ضرر نمیرساند. فقط ضرر از ضرر دم با ضررتر این است که وقتی که تو نفقه ایشان نمیرسانی، با گذشتن 1 سال 2 سال در بین شما نکاح تان بریده نمیشود. ولی سخن پیامبر گرامی که این لبدنک علیک حق ولی زوجک علیک حق ولی اهلک علیک حق، انا همین حدیث تو را میکشد. انا همین حدیث پیامبر گرامی حال تو را در روز قیامت و در خانه قبر و در همین دنیا حال تو را بد میکند. که پیامبر گرامی میگه بدن بالای انسان حق دارد، زن بالای مرد حق دارد، فرزند بالای پدر و مادر حق دارد. همین حق‌هایی را که امروز دادرای ما 6 ماه و 1 سال میایستند و زنها را فراموش میکنند، پدر و مادرها را فراموش میکنند، انا همین سخن پیامبر که حق به حقدار نمیرسانیم، انا اینجا در ما و شما در پیشگاه خداوند بعد آدم خجالت و آدم در ذلت و آدم در خاری به حساب میرویم. برای این همیشه کجایی که رفتین اون یک شما فراموش نکنین که حتی برکت مرد در حدیث های پیامبر میاد از حساب زن هم میشود. شخص پیش پیامبر گرامی تعلیم میگرفت، یک جوانه، بعدا برادرش آمد نزد پیامبر و گفت ای پیامبر گرامی، آخه این دادر من دایم در صحبت توست، دایم در محفل های درسی توست، آخه این زن دارد، کودک دارد، او بگذارش رو زن کودکش تامین کند، همه این در گردن من است. گفت برادر شکایت کرد. پیامبر گرامی گفت دادر عزیز، گفت من برای تو گوشزد میکنم که انمون درآمدهای فراوانی که خدا برای تو داده است و آن ذخیره هایی که تو در قفای خود داری و امروز این امکانیتی که تو را خدا داده است که خودت هم سیری، زن هم سیر است، کودکات هم سیر است و این زنی دادر و فرزندای دادر سیر است، همه این به خاطر انمین فرزند، اینمین دادری که پیش من درس میگیرد، به خاطر این خدا تو را این داده است. فراموش نکو. گفت ببینم به خاطر یک نفره خدا دیگر کس برکت میتید. برای همین بود که پیامبر گرامی یک شخص آمد گفت من چیزی ندارم، پیامبر گفت زن بگیر. دویم بارم آمد گفت آخه یک بارت از همه ماندم، با گفت زن بگیر. وقتی در سیوم زن این شخص میگه اون چنان ثروتمند شد که حتی انسانی شد که دیگه به مردم زکات میداد. ببین خداوند به توفیل زن این مرد صاحب دولت و صاحب ثروت کرد. برای همین همون نکاح ها در وقتی که داملا ها میگن 6 ماه اگر بی نفقه بگذاری زن مخیره هست، میتواند که خودش را به یک طلاق باین حرام طلاق گرداند. این زجری است دادر عزیز. این برای آن است که یکی تو به عقلی و به فهمی نکنی، زن فقط برای یک جاگه خوابش نگیری، بلکه مسئولیت زنداری را دانی. دائم توجه و دائم فکر تو برای این زن و برای آینده های زندگی تان باید باشد. این به او خاطر است. ولی نکاح تان در ضرر نیست، ولی برای نرسانیدن این نفقه تو در پیشگاه پروردگار آدمی گناهگاری. خیلی آدم وقتی نفقه را ندهد برادر عزیز یک بدبختی دارد، میگه خیر عادت است، گندگی کردن هم عادت است، ولی نفس یکی از اینها را قبول میکند. وقتی تو 6 ماه میگذرد، 1 سال میگذرد، سوم روان نمیکنی به زنت یا به فرزندات، تو را میده پروردگار دلت سیاه میکند، دلت سخت میکند، تو بی‌رحم میشوی، آیسته آیسته بعد در همین سن جوانیت بعد به دست یگان با نامرد دیگه کشته میشوی و دنیا را پدرود میگوی میروی. این از آفتاش دادرای عزیز. خداوند پیامبر گرامی را بین در حدیث ها میگه من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی در دنیا رحم ندارد خدا به او رحم نمیکند. کسی زن تامین نمیکنه آدمی بی‌رحمه.
کسی به فرزندها خرید نمیکند و هم آدمی بیرحم است. برای این آدم بیرحم کی شد خداوند به او رحم نمیکند. شما جمله اونا نشین. شما تمام وجودتان تمام هستیتان در بالای زنهاتان حواله کنید. جانتان برای زنهاتان تین. این اسلام دادر عزیز، این دینه که شما را تاکید میکند و عاشرهن بالمعروف. خدا میگه اینا شما با زنها زندگی خوب، زندگی نیک و همیشه نفقه ایشان باید که رسانی. شما ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید که وقت زنی تو از خانه تو برای روا خانه شون نگوید آخی چیزی در خانه نیست خوردنی، نه لباسم تامینه، نه شکمی سیر داریم. مقصد دیگه وقتی از پشت تو شکایت میکند، همین آدم ناموسدار مردنش بهتر است. در عرب ها یک مسئله، عرب ها را ببینید میگد مرد اگر در خانه میرد اون نامرد است. مرد میگه باید در کوچه میرد، مرد باید در بیرون جان به حقیقت میگن. مراد یعنی بیرون از خانه باشد، همیشه پایبند مشغولیت باشد، کار باشد. خب آدم تا چند سعی کند برادر عزیز، شیخ سعدی میگفت در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. ولی این آدم چقدر میگه سعی کند، دوادو کند، کوشش کند، خداوند ریسک او را فراوان میکند. در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. شیر از کشیش طفل به پیستان بدر آید. حتی بین میگه می طفل بین تا دم نکشد، تا همو حرکت نکند، شیر خورده نمیتواند. برای همین شما کوشش کنید دادرای عزیز که در پیش زنهاتون با طعنه نکند. خیلی که امروز دنیای کفر مسلمان تنقید میکرد که یک ولسفیده ساز کرده نمیتونید. ببینید تمام چیز از دولت‌های دیگر میگه میخرین، چی خیلی ناموس دارین میگه. کنی میگه ترقیات شما، کنی پروگرس شما. خیلی که طعنه میکند، زنه کم طعنه میکنه وقتی که چیزی نیاد میگه کجا آمد یا که نرفتی از جا کار کنی. کنی دیگه گپ زده تمام، دیگه زبانت بسته است. میرزا ترسونزاده را خدا رحمت کنه میگفت به پول سخنت اثر ندارد، پول نداری گپ نمیگذرد. به پول سخنت اثر ندارد حالی که تو داری خر ندارد. همیشه و دیگه باید او دستکت کی پر باشد. سید کاکو که مثال آوردی، خب زنه که فرمان هم داده میتونی یا سیاست هم کده میتونی، هیچی نداری و با به همین اکت تو غضب سیاست کنی کده هیچی نمیداند. برای همین کوشش کنین که انا همینجا دم گپ تان میگذرد، وقتی دستان پره کوشش میکنین خانه را تأمین میکنین، انشاءالله شما چی هستین؟ انا بچه‌های گویم دیندار و بچه‌های با اقبال و بچه‌هایی که انشاءالله در پیشگاه خدا قدر قیمت داره.